دوستانی عزیز میخوام که قطعی اپای مستوره شناسان کنم. اپای مستوره بیزنس لیدیه که در خونه ششتگی پول کار میکنه و میدونین میخواه که پیش همین ماه شریفی رمضان رو سر شده است. همه زنها دخترهایی که با پول نیاز دارن کار یادتیه کار در شرکت اتمی ثواب بگیره در خونه ششتگی پول کار کنن. روشه رمضان سر میشه دو روز پس میدونم یگان تا دیگه بیرون هم نمیبرن کارم کردن در اوجه خوش نمیتیه آدم قوت نیست خدا قوت میتیه مونانه که برای دوستان عزیز کسانی که خونه در بیکارن در خونه ششتگی هم نمیدونن چی کار کنن پول در کارشون کودکی مایده دارن ای خونه بیرون رو بدن نمیتونن شوشون پول نمیتونن خشتبانشون جنگ میکنن که پول نیست کرتن میکنن شونه ما همه تانه گفتنیم که اپای مستوره در نویسین شما در کار یاد میتیه.